مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 13 مارس سال 2023 از آشکار شدن دو حالت دزدی در ولایت سوخت خبر داد. از جمله به شعبه وزارت کارهای داخلی نویه باباجان غفوروف عریضه مرد 32 ساله موقتا ساکن شهر بوستان وارد گردیده است که 2 مارس سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از داخل کانتینر واقع در بازار اتش نویه باباجان غفوروف 95 رولون متاع زنانه را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 26 ساله و نابالغ 17 ساله ساکن شهر گلستان با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. این چنین ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 21 ساله ساکن شهر استرافشن همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده به آن گمانبر می شود که شب 9 مارس سال 2023 تخمین ساعت 23:00 دقیقه از باردار اتومبیل تمغه مرسدس بنز 13200 سومونی و 700 دلار آمریکایی را طریق پنهانی تصرف نموده از جای حادثه غایب شده است. ضرر رسانده شده 20200 سومونی را تشکیل می‌دهد. دزدی یکی از جنایت‌های اعظم رایج به شمار رفته. سال 2022 در تاجیکستان 4868 حادثه دزدی و سال 2021 6019 چنین حادثه ثبت شده است. این تقریبا چورک جمع جنایت‌های صادر شده را تشکیل می‌دهد، ولی باور می‌رود که شماره واقعی دزدی‌ها در تاجیکستان خیلی بیشتر از این آمار رسمی است، چون که در بسیار موردها شهروندان مال یا پولشان دزدیده شده صرف وقت و نیرو برای جستجوی دزدان را بیهوده دانسته به مقامات مراجعت نمی‌کنند. مقامات نیز بسیاری وقت برای زیاد نشدن شماره جنایت‌های آشکار نشده از ثبت شکایت‌ها از دزدی با هر راه سرکشی می‌کنند.